درود به شما بینندگان ارجمند. از 23 دهه‌ای که در جماعت دهاتی سریچشمه واقع گشته است، 13 دهه اون در شفت انا همین سنگو واقع است. قصه های مردم کوهستان این لحظه با یکی از دهه های شفت سنگو، دهه پیستمازور ما سفر می نماییم و این گزارش ما از همین دهه بخشیده شده است. رفتیم. دهه پیستمازور از شهر دوشنبه در مسافت 210 کیلومتر از ناحیه وسع 28 کیلومتر دور واقع است. این دهه به دهات سریچشمه ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین داخل می شود. از بلندی همین گونه منظره دارد. در شفت سنگو واقع گشته است. در دهه 230 خواجگی عمر به سر میبرند. در این موضع آدمان از قدیم زندگی دارند. اول درباره نام و تاریخ دهه. همصحبت من یکی از ساکنان کهنسال‌ترین دهه پیستمازور، اماکی دولت مراد. پیستمازور معنای نام پیستمازور. ابی پیستمازور پایان‌تر رفته باشه، نرفتیم پایان. یا مزار کلان است. ای طرف ماره با گفت کلانو یک پیستای کلان بوده است. اون پیستای چی است؟ انا پیدایشی هم قشلاق. پدرم میگفت که 4 پشیدیم ما 5 پشیدیم. خیلی یک پشیم 70 سال تخمین 65 سال. اینا 320 باشه اینا 400 سال شده. با تأثیرات‌های نیک درباره این دهه از حولی این بابا برآمده از پی پهلوهای جالبیت دیگری دهه پیستمازور شدیم و آن بلندی میبریم. آن چیزی که دیدیم برو به حیرت آورد. در پیستمازور نوگانی در ساحه کشاورزی شغل ساکنان پیستمازور باغکاری، زراعتکاری و اساساً سبزیجاتکاری و پالایزی ها می باشد. ما در یکی از پلک ها قرار داریم و این لحظه هم صحبت من اماکی جمعخان است. در دست این خربوزه محصولات همین زمین للمی و این محصولات این هندله نیست، خربوزه هم نیست، این تربوز است. تربوزی پیستمازور، تربوزی زرد. اماکی جمعخان انا که درباره همین تربوز زرد گپ زنید چه با رنگ این تربوز؟ سبز نه، زرد است. این تربوز یکی از محصولات‌های دوره همین وقتی گذشته همین پیستمازور است. دوره پیستمازور در همین چیزا بود. بعدا خیلی وقتا حکومت سویتی خیلی پر خورد. این چیزا برهم خورد دیگه هیچ کس نکرد. همین کارو ما تشکیل کردیم، امیره گرفتیم آوردیم، امیره شوندیم، همین چیزا شید. دیگه ایرا ما اصلش گفتن نمیتونم مودی که مثلا همین چی هست خیلی از در گجو میشه و چی خیلی از چی نه بدتر ایرا بگم میزنیم. اوزیاده فقط همین را ما هم کمی فهمیم که همین چیزی همین محصولات همین دهه پیستمازور است. اکنون مزه همین تربوز زرد مزه خربزه را داره یا مزه تربوزه؟ این مزه تربوزه داره. فقط تربوز چه خیلی که تربوزه هسته هم همون تربوزه. شما میگین که درون همین سرخ است. سرخ است و سلامت باشید. میبینیم اکه البته البته انا این تربوز رنگش زرد باشد هم مزهش تربوزی عادی برین است. در پیستمازور اویلای اماکی جمعخان نفرانی صاحب احترام و تشکیلاتی هستند. آنها در کارهای جمعیتی اشتراک فعالانه دارند. برادری کلونیش را یک عباره گفته مردک در مملکت معروف کرد. در مرکز دهه پیستمازور انا این مغازه خوراکواری گفته مردک با گفته مردک نامگذاری شده است که این به ساکن همین دهه اکای نورالله تعلق دارد. اکای نورالله برای چی مغازه شما گفته مردک نام دارد؟ مغازه ما گفته مردک نام گرفته است که دهان روزی که همطور فقولوده شد همطور نام گرفت. نه چی بس گفته مردک؟ خیلی گفته مردک اگه تکرار کردیم ما همی برگشته تکرار کردیم یه درش خوب گفته بود تکرار کردیم آخری همون ژورنالیست گفت که ای من تو ترا بوده اینترنت در نپرتم نام تا درجه اون نبود یک حقیقتا کردم کورا همین چی داد بچه ما گفته مردک؟ با ما همه چیز داد ما ای صاحب همین چی با خونه خدا رفتیم زیارت کردیم همه کمبودیات همه صفویس تو جانو بیار علی حرمت میکنه
ما مینداریم امین ای مردازی. گفته ای حسابی گفته مرده گفتم مردک زنده باشه اکا نور ای حسابی هم گفته مرده که ما رسته‌های پیستمازور مثل دیگر دهات‌های کشور هستند. ساکنان در پی پیشبرد زندگی. پیستمازور هم صاحب بنگاه سلامتی و هم دارای مکتب است. انا این نورسان خوانندگان همین مکتب هستند از دهه پیستمازور. نام چیه؟ همینجا همینجا نام تو؟ قولشو آریشو اکاو دادارین؟ نه آینده کی میشه؟ معلم معلم. شما آینده کی میشه؟ ما همینجا. کندکور کندکور. بهترین. انا این مکتبی ده هست. ببینیم که درونده چی گپه. در این گوشه کنار ده بینای مکتب واقع است. همصحبت من جانشینی دیرکتور اوید با کارهای تعلیمی سجافر قربانوف. همین خیلی. درباره مکتب مختصر معلوماتی. مؤسسه ما از سال 1993 فعالیت میکنه. در مؤسسه ما زیاده از 250 خواننده تحصیل میکنن. دخترو پسرو. دخترو چند نفر؟ از 143 تا پسر و 100 باقی‌مانده‌اش دختر. سال گذشته بینای مرکزی سلامتی نو بنیاد شده است. مرکز سلامتی دهه پیستمازور زیاده از 20 نفر کارمند دارد. 6 نفر کارمند میانه طب اینجا کار میکند. لیکن مشکلی در یک چیز است. اینجا تنها دکتر نمیرسد. در دهه پیستمازور انعنه‌های مردمی از نسل به نسل میگذرند. این خلاها چکندوزان دهه میباشند. خلای فیض‌زینوسو یکی از چکندوزانی ماهری همین دهه پیستمازور است. چکنی که شما میدوزید از چکن دختر دیگر منطقه ها چی فرق دارد؟ فرقش همیه که کجا که ما با دیگه خیلی تره ایتیوره خیلی خیلی گلومون دیگه تره همتری. شما با چند سوزن میدوزید؟ اینا با امید گل دوزید چند سوزن قدی میدوزید؟ نمی یک سوزان قطع میدوزم خیلی. یک سوزن قدی. شما این سوزن ها حجما کلان خورد نیستن؟ کلون نه سوزانی مایده تر قطع میدوزیم. مایده قطع میدوزیم با نقشت شوتر میاد. کلون قطعی بعد توکت کلون میاد. در برابر چکندوزی این دهه مکانی از پای نامداری دوند است. در دهه پیستمازور نقلیاتی اساسی اسب استفاده می شود. در آن جایی که اسب هست در آن دهه حتما استخوانه آهنگری هم هست. برای نشان دادن پای ها سوم اسب ما این لحظه با یکی از استخوان‌های آهنگری نزد اوستا می روم. همصحبت من اوستا فرهاد می باشد. اوستا شما برای اون که اسب نز حرکت کند چی کار میکنید؟ ما تایسیم یاد رو توزه کرده بعد با اون یعنی نه پاپوشی با مثلی چی پاپوشی میپوشونیم که در وقت حرکت سوم بیان در سنگو از بس که جای ما بسیار سنگو دوره سوم بیان درمان نشود. از همه سوم اسب چی خیلی است؟ شما نشان دادن میتونید؟ از این سوم بیان توزه است کم کم اینا دوره گرفتن در پره جگرنگ میگن گوشت است که در وقت سنگ زد درمان میشود. یوره چی کردن در پره استاد شما چه خیلی مناسبت میکنه که اسب شما را مثال یگان چی نمیشود اسب نمیزنه یا کاری شما دشوار نیست؟ کاری ما خیلی دشوار است هر خیلی اسبو هم چی میشه کدام اسبا خدیو میخرین تو من؟ اسبوی هستن که خیلی بسیارشون مثال در وقتی نل کردن قرار میستن بسیارشون مثال چی میکنن با بونها با دیگه خیلی اینجا کدام نلها رو شما پیشنهاد کرده میتونید برای که همین سومی اسب ناز شود؟ اینجا نلو ها خیلی هستن بیا همین نلها را ببینید. خب این نلوی زمستانه هستن این زمستانه ها؟ و اینجا نلی توبستانه هم هسته؟ توبستانه هم هسته توبستانه خیلی غوث هستن این توبستانه این توبستانه غوث‌تر نظر به زمستانه. این یعنی اسب راحت کرده. در وقت توبستان یعنی راحت کرده. این میراثی شما ده؟ این کسبه ما سالی 1998 ما از پدرم آموختم اینه تو هم فصوله از پشتی هم کسبه نام کرده شد. استاد سلامت باشید. موفقیت. سلامت باشید. بهترین.
дар Пистамазор сол то сол шумораи аҳолӣ меафзояд. соли 2022 дар ин деҳа навгонии нав таваллуди сегонек ба қайд гирифта шуд. дар таърихи деҳаи Пистамазор маротибаи дуюм ана дар ин хона таваллуди сегонек ба қайд гирифта шудааст. аввалан муборак шавад сегонекҳо. чӣ хел қабул кардед шумо сегоника? шумо падари хушбахтем. шумо чӣ хел қабул кардед? قبول نکنیم خیلی خسته میشه خداوند خودش اون خداوند خودش دو تره خرسند شدین آخی؟ او عذاب باش خرسند نمیشه خیلی مادر چی میگه مادر؟ من خوشبخت‌ترین مادر هستم که خداوند به من 3 فرزند داد. در اویله معلم سفرمند با فیلم خورسندی حد و کنار ندارد. این تولد سگانی یا دوگانی شما در پشتی های باید همین وقت یگون تا دیگه در اولادتون دوگانی اولاد ما در بسیار شده بود سگانی نبود دوگانی بود؟ بود دوگانی بود سگانی نبود خیلی دور خلاص دور داری نواسه که خیلی ایران شدن بدولت ها که پروردگار یکم تولد 3 تا میده چی دوشون دادی؟ هم قدرشون دادم رنگ هم باباشون نشد بدم همه 100 سال عمر دراز بردوام بخرن گفتم با کمال پیر برسن خدا خوششون نکنه و رنگ ما به دولت همه همه رو بند مرود مصد رسول میکنم ما هزار داشتون میتونی و روزی در کوره ها زندگی در شفت سنگو برای این دهاتیان مشکلاتی کلان را پیش آورده است. این سنگو را حاضر فصل تابستان با 2 قدم زدن گذاشتن ممکن است، لیکن فصل بهار این سنگو پر یا میشود. اینجا سیل میگذارد و سیل چندین خانه ها دهه ها را ویران کرده است. ضرری مادی و جانی هم به خود گرفته شده است. و همصحبت من این نظر رئیس جماعت دهات سرچشمه است. نقشه ها چگونه است؟ اوید پیشگیری آفت‌های طبیعی، سیل و اومد ساحل بندی. ما تصمیم گرفتیم گفتگوی با حالت‌های فوق‌العاده نایه همصحبت شدیم. با کمیته حالت‌های فوق‌العاده همصحبت شدیم که مقصد با دست از جمعی همین دهه سیتکه و سیمنت دیگه چیزا تامین میکنه از نایه و با یارانچی همین محله ما باید همین چیزا با ماه اکتبر نوامبر با سرکن ساحل بندی را مستحکم کنیم با درست با استفاده بریم. در صورت مستحکم شدن ساحل ها دیگه مردم آسایشته میشود، سیل هم ضررش نمیرسه. سلامت باشه رئیس، موفقیت در کار. سلامت باشه. و خوب بینندگان ارجمند، این بود آن ویدیوهایی که از دهه پیستمازور از جماعت دهات سرچشمه ما ثبت نموده منظوری شما نموده بودیم. فکر و درخواست‌های خود را شما درباره این برنامه ما نویسید. همچنین درباره دهه‌های خود با ما نویسید و ما حتما با دهه‌های شما می‌آییم. تا بازدید در یگان دهه دیگر.